سلام از کردم، مخلص همه شما موشکافم. اگه از بنده موشکاف بپرسید چه خبر، بهتون میگم چند وقتیه که خامنه خفقون گرفته و از پس توی بیت بیرون نمیاد. اگه بگید دیگه چه خبر، اون وقته که میگم در ادامه پس کردنی های زنجیره‌ای حالا نوبت به تحریم سپاه رسیده. آمریکایی‌ها همچنان روی ریل مصوبات ضد ایرانی. با وجود آغاز اجرای تعهدات ایران در برجام، دو طرح جدید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده. هدف از این طرح‌ها افزایش فشار بر سپاه پاسداران به بهانه حمایت از تروریست و نقض حقوق بشره. بر اساس این طرح جدید، اتباع آمریکا از هر گونه معامله اقتصادی، همکاری و تراکنش مالی با سپاه پاسداران و شرکت‌های تحت مالکیت یا وابسته به سپاه منع شدند. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که قصد دارند بعد از توافق هسته‌ای فشار رو بر متحدان فعالیت‌های منطقه ایران افزایش بدن. فشار ندیدی؟ اینا که اسمش افزایش فشار نیست، اینا همه پس کردنی های تأخیریه. اما در هر حال معنیش اینه که میخوان ستون فقرات عظما رو بکوبن. آخه بابا، کل اقتصاد مملکت دست همین پاسدارای حرومیه دیگه. وقتی اینا تحریم بشن یعنی میخوان جیبای عبای عظما رو پلم کنن. گفتگو میکنم با آقای حسین شیخ الاسلام، کارشناس مسائل بین الملل. آقای شیخ الاسلام سلام. آیا طرح کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران به نظر شما سبک جدید اعمال تحریم نیست؟ بلا شک همینطوره. اینها دارن دونه دونه اون بندهایی رو که در برجام میتونه قدرت جمهوری اسلامی ایران رو به جای اولش برگردونه، یعنی میتونه برگردونه به قبل از برجام، یکی یکی با قانونهای مختلف حذفش میکنن. چه جلز و بلزی میکنه. حالا ممکنه یکی بگه آخه این داستان چه ربطی به برجام داره؟ ربط داره عزیز جون، ربط داره. آخه همه قصد سید علی بافور از زهرخوری این بود که تناب تحریم ها از گردنش باز بشه. خب وقتی تو دوره پس از زهرخوری دوباره پاسدارا رو تحریم میکنن، معنیش اینه که حزما هرچی زهر خورده فقط خرج پاره کردن دل و رودش شده. گام به گام تا نقض برجام. دومین تحریم ایران پس از برجام. طرح تازه‌ای در کنگره آمریکا در حال بررسی است که بر اساس آن سپاه پاسداران ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد. آیا باز هم دولت با بهانه جدید توقف برجام را به تعویق خواهد انداخت یا این بار اجرای برجام را به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب متوقف خواهد کرد؟ چی رو متوقف کنن؟ مگه میتونن متوقف کنن؟ بعد خفگی رو چی کار کنن؟ بابا زهرخوری یعنی همین دیگه. اون روز که اولین قلوپ رو خوردید باید فکر همه جاشو میکردید. این حرف دار و دسته های خودتونه. اون زنجیری که قرار بود از دست و پای عظما باز کنن رو حالا دارن یه جور دیگه میبندن. فیگور توقف برجام هم کشکه، چون اون طرف توقف شاخ به شاخ شدنه. این زهر و جر واجر شدن دل و روده ولایت ارث و میراث اون گور به گوریه. بخوری پاته، نخوری پاته.